سلام دوستان خوبم. امروزم در خدمتتون هستم با یه سری دیگه از برنامه‌های آموزش زبان اسپانیایی یا همون اپرندر اسپانیول در خدمتتون هستیم بچه‌ها. اینطور که سرچ کردم تو یوتیوب بیشتر خانم‌ها هستن برنامه من میبینن. به خانم‌های عزیز تبریک میگم و همچنین به آقایون عزیزمون. بالاخره یه زبانه، هر چقدر بیشتر یاد بگیریم توانایی هامون میره بالاتر. هنوز تو قسمت آبسدریا هستیم بچه، ببخشید من اینقدر کشش میدم ولی خب مجبوریم، چون تا یاد نگیریم نخونیم نمیتونیم پیشرفت بکنیم. تو قسمت الفبا هستیم، بریم سراغ تلفظ حرف خ. اینجا پایین نوشتم پرونونسیاسیون de la letra خ. یه بار دیگه تون بخونمش، پرونونسیاسیون de la letra خ. خب اگه ببینید این دقیقاً ترجمه تلفظ حرف خ هست. تلفظ میشه پرونونسیاسیون، تلفظ اون ا میشه د، ای ربط همون د میشه، حرفم که میشه لالترا، این لا حرف چیزش هستش، حرف تعریفش هست، خی هم که همون خ هستش. من اینجا براتون هر چی میذارم خواهش میکنم تکرار کنید، تمرین کنید، حتی بنویسید که یادش بگیرید، چون این چیزا خیلی مهمن، چیزای کوچیک ولی مهم. خب دو مدل صدا داره حرف خمون، صدای گ میده و صدای خ میده. بستگی داره با چه وکال یا همون حروف صداداری برامون بیاد، یعنی فرق میکنه با آ بیاد، با ای بیاد، با ای بیاد، با او فرق میکنه طبق اون صدای حروف صداداری که قبلش بعدش قرار میگیره یه مدل دیگه خونده میشه. که ببینیم اول از همه اینجا براتون حروف صدادار نوشتم آ، ای، او، او. این بالا براتون نوشتم لوس وکالز، همون حروف صدادار هستن. این حرف جمعه، اون لوس هم باز حرف تعریفه ولی جمعه. نترسید، فقط بخونید تا تو برنامه بعدی بهتون میگم چجوری درست میشه، چه اتفاقی براش میفته. همه اینا وجود داره، پایه فقط گوشتون عادت کنه. پس حروف صدادار لوس وکالز آ، ای، او. خب ترکیب حرف خ با حروف صدادار ا و ای صدای خ میده. پس توی بقیه موارد صدای گ میده. پس ما این نتیجه رو میتونیم بگیریم. خب بریم ببینیم چی براتون گذاشتم اینجا. من از فرصت استفاده کردم، گفتم حالا که قراره که خ رو با ا ترکیب کنم، دو تا فعل خیلی خیلی مهمم بهتون یاد بدم. یکیش کخره. البته اینا فعل به عنوان فعلی که بتونید مثلا جمله بسازید نیست. این بهتون یه بار دیگه گفتم، بهش توی اسپانیایی میگن اینفینیتیو یا همون مصدرمون هستن. اگه ببینید من تو فارسی هم مصدر براتون نوشتم. گرفتن ما نمیتونیم بگیم من آب گرفتن، وجود نداره. مثلا این توی اسپانیا هم این کخر رو همینجوری استفاده کنیم، مثلا اینکه مثلا بگید من لباس گرفتن، مثلا معنی نمیده. پس اینا همه باید صرف بشن، همونطور که ما تو فارسی صرفشون میکنیم. مثلا گرفتم، گرفتی، گرفت، گرفتیم، گرفتید، گرفتن. این فعل کخر یا هر فعل مصدر کخر یا هر مصدر دیگه اینا صرف میشن. مثل ما گذشته دارن، آینده دارن، حال دارن، گذشته کامل، نمیدونم، همه اینا رو دارن. کم کم یاد میگیریم. ولی خب همینجوری این اولین چیزی که باید بگیریم، بدونید که کخر گرفتنه یا همون برداشتن، مثل کچ یا تیک توی انگلیسی. فعل بعدی یا همون مصدر بعدیمون هست پروتخر، محافظت کردن هست. پس اینا رو یاد بگیریم. یه بار دیگه تکرار کنم، پروتخر. خب بریم سراغ ترکیب بعدی که همینجوری که میبینید اینجا خ و ای هستش. دو تا کلمه به نظرم همچین مفید یا همون اوتیل، به زبان اسپانیایی که مفید همون اوتیل میشه، یاد بگیرید اینا. خب کولخیو مدرسه، الخیر انتخاب کردن. خب یه بار دیگه بگم، کولخیو، الخیر. تکرار کنید، بنویسید، خیلی مفیدن. من بهتون پیشنهاد میکنم هر چقدر تکرار کنیم، سعی کنیم تکرار کنیم. فعلا که مثلا کسایی که هستن که از پایه واقعا شروع کردن با من، هیچ بسته ندارن، یعنی پایه ندارن توی اسپانیایی، الان نمیتونن صحبت کنن، ولی در همین حد بگید میخوام برم کولخیو، اینطوری بگید، تو با فارسی قاطیش کنید. خب یاد بگیریم. اون دفعه براتون یه دونه جمله گذاشتم، این دفعه 2 تا جمله گذاشتم. دفعه قبل نوشتم تنگو سه،
یعنی تشنه هستم، تشنگی دارم. حالا براتون گذاشتم تنگو امبره، فقط اشتباهی که کردم براتون ننوشتم که چه معنی میده. خب معنیش هم براتون میذارم. تنگو امبره، تنگو یعنی دارم، من. فعل اول شخص مفرده که وقتی مثل ما مثلا نمیگیم من دارم، اینجا دیگه همون دارم رو میذارن، چون وقتی که تنگو رو میذاره میفهمیم که مال اول شخص مفرده. امبرم یعنی گرسنگی. خب تنگو امبره یعنی گرسنگی دارم یا همون گرسنه هستم. این پایین شاید براتون جالب باشه ببینید چرا دو تا علامت سوالی که به سمت بالا یکی به سمت پایینه. توی اسپانیایی همیشه وقتی میخوان یه چیز سوالی بپرسن این مدلی میپرسن. خب همین جمله رو یاد بگیریم، بد نیست. podemos comer algo، میتونیم بخوریم چیزی، اینطوریه. پس میگه tengo hambre، گشنمه. podemos comer algo، podemos یعنی میتونیم. comer خوردن هستش، algo هم یعنی چیزی. podemos comer algo، میتونیم چیزی بخوریم. اینم از این. امیدوارم خوشتون اومده باشه از برنامه من. اگه از این برنامه خوشتون اومد لایک کنید، برای من کامنت بذارید، عضو کانال من بشین تا برنامه بعدی رو از دست ندید. حیفه همینجوری هستیم داریم یاد میدیم دیگه، خب بقیه هم استفاده کنن. دوستتون دارم، تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.